بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان، مانده نباشین، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ خیرت است؟ بسیار خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگه در خدمتتان هستم. فصل 4 درس 33 ادامه تاریخ اسلام، زندگانی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از زمان تولد تا بعثت. در این درس ما راجع به نسب حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دوران طفولیتش و همینطور چگونگی مبعوث شدنش به پیامبری و اولین هجرت مسلمانان اطلاعات حاصل میکنیم. زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بخش اول ببینین. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روز دوشنبه تاریخ 12 ربیع الاول مطابق با 20 آپریل سال 571 میلادی به جهان متولد شد. سالش به نام سال عام الفیل معروف است. شاید به داستانای شنیده باشین که عام الفیل به سال میگه که لشکریان که فیل سوار بودن آمده بودن که خانه خدا را خراب بکنن، ولی لشکر خدا که همون پرنده های کوچیک یا ابابیل ها بود، اینا آمدن و فیل سواران را کلن از پا در آوردن. به این خاطر او سال را به نام سال عام الفیل یاد میکنن. حضرت پیامبر در روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال عام الفیل مطابق با 20 آپریل 571 میلادی به جهان چشم گشودند. زندگانیشان تا سن 12 سالگی. ببینین چه اتفاقای افتاده. در دو ماهگی در بطن مادر بود حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که پدرشان درگذشت، یعنی قبل از اینکه حضرت پیامبر به دنیا بیایه یتیم شده بود. بعد تا 4 سالگی در تربیت حلیمه بود. حلیمه از طایفه قبیله بنی سعد بود که حضرت پیامبر را برده بود و شیر میداد به عنوان دایه و مورد پرورش ایشان قرار گرفت. در 6 سالگی بود که مادر حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فوت شد و سرپرستی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با پدرکلانش عبدالمطلب درآمد. بعد کفالت حضرت پیامبر به دوش پدرکلانش حضرت عبدالمطلب بود تا اینکه در 8 سالگی، یعنی بعد از 2 سال، حضرت عبدالمطلب هم درگذشت. بعد سرپرستی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عهده کاکایش ابو طالب قرار گرفت و تا جوانی کاکایش ابو طالب سرپرست حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. چون خود ابو طالب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بسیار زیاد دوست داشت، از فرزندانش بهتر بهش رسیدگی میکرد. در سفر کاری و تجارتی که به طرف شام داشت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 12 ساله بود که کاکایش ابو طالب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را که نوجوان یا کودک 12 ساله بود با خود به طرف شام برد. خب یک عکس بسیار زیبا را ببینین. در واقع بیانگر کودکی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. خب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نسبش ببینیم. خب پدرش عبدالله نام داشت، عبدالله ابن عبدالمطلب. عبدالمطلب فرزند هاشم بود، هاشم ابن عبدالمناف، عبدالمناف ابن قصی، قصی ابن کلاب و کلاب ابن مره. ببینین این هم نسب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. در شام ببینین گفتم که با کاکایش ابو طالب در سن 12 سالگی به سفر شام حرکت کرد. هنوز در داخل شهر شام نرسیده بود. در نزدیکی های شهر شام یک عالم از عالمای معروف مسیحی به نام بحیرا خبردار شد که یک کاروان می از طرف حجاز به طرف شام که در اون حضرت پیامبر آخرالزمان در این کاروان قرار داره. ایشان به استقبال یا به دیدن هیچ کاروان تجارتی نمی آمدن، ولی در این کاروان چون حضرت پیامبر در این کاروان وجود داشت
به دیدن کاروانیان آمدند. وقتی به این کاروان آمد، چهره مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را وقتی دید شناخت. چطور شناخت؟ چون این عالم مسیحی بحیرا نشانه های نبوت را در سیمای نورانی حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم مشاهده کرد، نشانه هایی که در کتب آسمانی قبلا بیان شده بود. بعد ابو طالب کاکای حضرت پیامبر را گفت که این برادرزاده شما این کودک را ازش بسیار درست نگهداری کنی که این در واقع پیامبر است، پیامبر آخر الزمان و حضرت خاتم ایشان است و به زودی وحی به ایشان نازل میشه و به پیامبری مبعوث میشه. و به حضرت ابو طالب تاکید کرد که را به شام نبرین که در شام یک وقت خدا نکرده بهش آسیب نرسانن. حتی در این سفر میگن که کاکایش دیگه به خود شام نرفت، از همون نزدیکی شام دوباره برگشت. حادثه حجر الاسود ببینین. حجر الاسود که یک سنگ است که در ساختمان کعبه قرار دارد در مکه مکرمه. میگن که یک روز حضرت پیامبر رد میشد که این سنگ را مردم مکه میخواستن در جایش قرار بدن. تعمیر کرده بودن، سنگ برداشته بودن، میخواستن پس در جایش قرار بدن. بعد چون مردم جاهل بود، هر قبیله ادعا داشت که توسط بزرگان اینا این سنگ باید در جایش داده شود، قرار داده شود و این افتخار نصیب این قوم یا این قبیله شود. هر کار کردن به توافق نرسیدن، هر کدام دعوا داشت که باید توسط بزرگ ما مانده شود. بالاخره به این نتیجه رسیدن که خب چیکار کنیم؟ گفتن باشه هر کسی که اولین آدمه که وارد شد هر چی کو گفت ما قبول میکنیم. خب در همین اثنا بود که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد. وقت وارد شد همه خوشحال شدن، گفتن محمد امین آمد. بعد به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشکل را گفتن که شما بگوین که توسط کدام بزرگ کدام قبیله ما این سنگ مقدس در جایش قرار داده شود و این افتخار نصیب ما شود. حضرت پیامبر ما چیکار کرد؟ یک پارچه بزرگ پهن کرد، در وسط هموار کرد، سنگ حجر الاسود در روی این پارچه گذاشت و بعد از بزرگان همه قبیله ها دعوت کرد که هر کدام از یک گوشه پارچه این تکه بگیره و این سنگ را با هم دست جمعی در جایش قرار بده و اینطوری همه در این افتخار بزرگ و تاریخی شریک شود. و با خردمندی و حکمت و هوشیاری و زرنگی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشت، در واقع قبایل جاهل عرب را از یک جنگ و خونریزی بزرگ نجات داد و همه را در این افتخار شریک ساخت. در جوانی ببینین صفات که قبل از اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شود، صفات که در جوانی داشت. معمولا معروف به امین بود، همه بهش محمد امین میگفتن. چرا؟ چون بسیار راستگو بود. چون بسیار راستگو بود قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود معروف به امین بود، یعنی راستگوترین. امانتدار بود، بسیار نیکسیرت بود، بسیار به عهدش با وفا بود. اگر عهد میکرد، پیمان میبست، قول میداد، حتما به عهدش وفا میکرد. در معاملاتش بسیار نیکوکار بود و همینطور بسیار آبرومند بود. با حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها چطور آشنا شد؟ ببینید صفات پسندیده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور امانتداری و اخلاق نیکش باعث شد که حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها که یکی از زنان سرمایه‌دار و نجیب و یکی از بزرگان عرب بود، پیشنهاد کنه به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که کاروان تجارتیش به شام ببره. حضرت پیامبرم پذیرفت. وقتی که پذیرفت، کاروان تجارتی حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها را با خود با شام برد و با فایده بسیار زیاد برگشت. خود حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها در این کاروان حضور نبود. بعد از اینکه با فایده زیاد برگشت، با همون امانتداری کامل، بسیار امانتدار و راستگو بود، تمام فایده ها را آورد و به پیش حضرت بیبی خدیجه گذاشت.
و از طرفی هم غلام حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها که در این سفر تجارتی همراه با حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، از خصایل نیکو و اخلاق شایسته و امانتداری و سعی و تلاش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها تعریف کرد و بعد این تعریف ها و صداقت و راستکاری حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وقت به حضرت بیبی خدیجه نمایان شد، حضرت بیبی خدیجه به حضرت پیامبر پیشنهاد ازدواج داد و حضرت پیامبر هم پذیرفت و اینطوری بود که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سن 25 سالگی با حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها که اون زمان 40 ساله بود با هم ازدواج کردند. زندگی و سیرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در واقع صحیح ترین سیرت بین پیامبران الهی است. تمام مراحل زندگانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کاملا روشن است، از تولد تا بعثت، چی دوران کودکی، دوران تولد، دوران کودکی، دوران جوانی، دوران کار و شغل و همینطور سفرهایش، کاملا اینها روشن است در تاریخ. ببینین از بعثت تا هجرت، عکس ببینین یمو غار حرا است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا سال 1 ماه برای عبادت میرفت. از مدتها قبل، یعنی قبل از اینکه حضرت پیامبر به پیامبری مبعوث شود، سال 1 ماه در غار حرا که هم عکسش هست میبینین برای عبادت خدا و همینطور تفکر میرفت، تفکر در آفرینش و قدرت خدا. نه تنها فقط اونجا عبادت میکرد، این 1 ماهی که اونجا میرفت کاملا روابطش با بیرون قطع میشد، اونجا غرق عبادت بود و غرق تفکر در آفرینش و قدرت خداوند بود، تا اینکه قرآن، اولین آیه های قرآن به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و با آمدن وحی حضرت محمد به پیامبری مبعوث شد. مبعث در چه زمان اتفاق افتاد؟ ببینین در زمان اتفاق افتادن مبعث، یعنی مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری، حضرت 40 ساله بودن، 40 سالگیشون تکمیل کرده بودن. روز دوشنبه 12 رمضان بود که حضرت در عین عبادت بود، نزدیک های صبح شده بود که دید یک بار جبرئیل ظاهر شد. وقتی جبرئیل نازل شد و ظاهر شد، حضرت یکم به خود لرزید میگن. بعد اولین سوره را به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که آغاز وحی بود از جانب خدا، به حضرت پیامبر حضرت جبرئیل خواند و گفت که اقرا، یعنی بخوان. حضرت پیامبر گفت من خواننده نیستم. بعد حضرت پیامبر را حضرت جبرئیل 3 بار با آغوش خود گرفت و 3 نوبت با آغوش خود فشار داد و دوباره گفت بخوان اقرا به اسم ربک الذی خلق تا آخری سوره مبارکه را خوان، یعنی بخوان به اسم پروردگارت که انسان را خلق کرد از خون لخته. بخوان به نام پروردگارت که کریمترین کریمان است. بخوان به نام پروردگارت که به قلم نوشتن را آموخت و به آدم تعلیم داد آنچه که نمیدانست. بعد حضرت پیامبرم به ادامه صحبت حضرت جبرئیل این آیه های مبارکه را خواند و این گونه بود که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری در آخر سن 40 سالگی در روز دوشنبه 12 ماه مبارک رمضان به پیامبری مبعوث شد. اولین آدمایی که به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردن کیها بودن؟ ببینین نزدیکترین دوستانش بودن. اولین مردی که ایمان آورد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. در بین مردها
اولین آدمی که به حضرت ایمان آورد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. اولین کودکی که ایمان آورد حضرت علی کرم الله وجهه بود که به نبوت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد. اولین زنی که ایمان آورد به حضرت همسرش بیبی خدیجه رضی الله عنها بود، به عنوان اولین زنی که به حضرت پیامبر و نبوتش ایمان آورد. بعد از مدت تعداد ایمان آورندگان بیشتر شدن، به چند تن رسیدن. هجرت به حبشه، ببینید چرا مسلمین به حبشه هجرت کردن. خانه حضرت ارقط رضی الله عنه را حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مرکز جلسات و دعوت خود انتخاب کرده بود. در 3 سال اول حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم را سری و مخفیانه به دین مقدس اسلام دعوت میکرد، تا بعد از این که بعد از 3 سال دعوت خود را علنی کرد و در بالای تپه صفا رفت و در اونجا مردم را به دین مقدس اسلام، به یکتاپرستی و دین وحدانیت دعوت کرد. بعد مشرکین قریش، خصوصا سران مشرکین قریش، به مخالفت برخاستند، از جمله ابولهب و ابو جهل و بقیه مشرکین قریش. اینا سخت با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت کردند و دعوتشان نپذیرفتند و با مسلمین دشمنی را شروع کردند و با آزار و اذیت مسلمین پرداختند. هر جا مسلمان را می‌دیدند مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند. این گونه شد که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمین اجازه داد که به حبشه هجرت بکنند. اولین بار مسلمین از مکه به حبشه هجرت کردند. در حبشه کسی به عنوان پادشاه در رأس قدرت قرار داشت به نام نجاشی. نجاشی یک پادشاه عادل بود، پیرو دین مسیح بود، ولی آدم عادل، آگاه و هوشیار بود. در سال 5 بعثت و در ماه رجب این اولین هجرت مسلمین اتفاق افتاد. در این هجرت 11 نفر از مسلمانان در این هجرت بودند که 4 نفرشان زن بود و 7 نفرشان مرد بودند. تا سال 6 بعثت تعداد مسلمانایی که هجرت کردند به حبشه به 83 نفر رسیدند. بعد از اینکه کفار قریش از این موضوع آگاه شد که مسلمان ها به حبشه هجرت میکنن و یک تعدادشون اونجا هجرت کرده، گفتن چی کار کنیم؟ دور هم جمع شدن، جلسه گرفتن و تصمیم گرفتن که تحایف گران قیمت تهیه بکنن و یک هیئت را اینا در حبشه پیش پادشاه حبشه بفرستن و از او بخواین که مسلمان ها را به اینا تحویل بده. با تحایف گران قیمت و قیمتی یک هیئتی که در رأسش عمرو ابن عاص بود به نمایندگی از مشرکین وارد حبشه شد. با پادشاه حبشه دیدار کرد و گفت که تعداد از مردمان ما از سرزمین ما فرار کرده، کسایی که به دین مقدس ما توهین میکنن، به احترامی میکنن، اونها فرار کرده و در سرزمین شما زندگی میکنن و اونا را شما به ما تحویل بتین. نجاشی آدم خردمند و هوشیار بود، گفت او آدما را باید ببینم. بعد مسلمین را احضار کرد. مسلمین را وقتی احضار کرد به نمایندگی از مهاجرین مسلمان یک تن اینا با نجاشی سخن گفت، با نجاشی صحبت کرد، علت مهاجرت خود گفت. بعد آیه های از قرآن کریم را اونجا تلاوت کرد. بعد نجاشی دید که بله حق با ایناست، اینا حقیقت میگن. این گونه بود که توفه های مشرکین قریش نجاشی نپذیرفت، پس روی کرد و هیئتشان هم شکست خورده برگشت. نه تنها توفه هایشان نپذیرفت و گپشان قبول نکرد، بلکه حمایتش از مهاجرین مسلمان که وارد حبشه شده بود رسما اعلان کرد. بعد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به طائف سفر کرد. مقصودش از سفر به طائف چی بود؟ مقصودش این بود که
در طائف مردم را بتونه به دین مقدس اسلام دعوت بکنه. وقایعی که در سال 10 بعثت اتفاق افتاد چی بود ببینیم. در سال 10 بعثت وقایع دردناک و المناک برای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد که مهمترینش رحلت حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها بود و بعد از مدت کوتاهی هم رحلت ابو طالب که از نزدیکترین اقارب حضرت پیامبر بودن اینا و همینطور از بزرگترین حامیان حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن. و این موضوع علمناک بسیار تأثیر فراوان در روحیه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذاشت و به همین خاطر این سال را به نام سال عام الحزن یاد میکنن یا به نام سال عام الحزن نامگذاری شد. اما با تمام این مشکلات راه خود ادامه داد و فریضه رسالت الهی را که از جانب خدا مأمور شده بود برای هدایت مردم با مقاومت تمام و با روحیه عالی ادامه داد. بعد به طائف که گفتیم یکی از شهرهای نزدیک مکه بود جهت دعوت مردم هجرت کرد. ولی مردم طائف نه تنها دعوت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به دین یکتاپرستی و دین مقدس اسلام پذیرفتند که بلکه به کودکان و جوانانشان وظیفه دادند که حضرت پیامبر را مورد آزار و اذیت قرار بدن و از شهرشان بیرون بکنند. خب این نقشه افغانستان است. ببینید که گفتیم در سرزمین افغانستان در وطن ما از این مرزها اسلام بعدها وارد شد که در اون قسمت ها هم میرسیم انشاءالله. خب به سوالات درس رسیدیم عزیزان، دقت بکنین، میخونم جواب بگوین. در مورد نسب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چی میدونید؟ اطلاعات دهید. کی میتونه بگوید جوابش؟ شما ایستاده شو. آفرین. بله، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابن عبدالله، درست، ابن عبدالمطلب، بله، ابن هاشم، ابن عبدالمناف، ابن قصی، ابن کلاب و ابن مرمه باشد. آفرین، بسیار خوب، بسیار خوب نام گرفت. یک چک کنین برش. آفرین، بشینین. سوال بعدی رو میخونم از درس، دقت کنین، هر کی یاد داشت دستش بلند بکنه. چرا مسلمانان به کشور حبشه مهاجرت نمودند؟ کی میتونه بگویه؟ شما بگوین. بله، از دست آزار و اذیت کافران قریش، بله، که در مکه بودن به حبشه هجرت کردن. بسیار خوب، بشینین. سوال بعدی رو میخونم، دقت کنین. عکس العمل مردم طائف در مقابل دعوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چی بود؟ کی میتونه بگه؟ شما استاده شو کم توضیح بده. چی عکس العمل داشتن؟ بله، وقت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به طائف رفت تا آنها را به دین مقدس اسلام و یکتاپرستی دعوت بکنه، آنها نه فقط دعوت را نپذیرفتند بلکه به پسران خردسال و کودکانشان وظیفه دادند که حضرت را مورد آزار و اذیت قرار بده و از شهر بیرونش کنه. بسیار خوب، بشینین. سوال بعدی رو میخونم، دقت کنین. بحیرا کی بود و چه گفت؟ شما ایستاده شو. آفرین. یه وقت شما بگو بحیرا کی بود و چی گفت؟ بله، بحیرا یک عالم مسیحی بود که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در سن 12 سالگی وقتی به طرف شام میرفت با کاکایش ابو طالب شناخت و با کاکایش ابو طالب فرمود که این پیامبر آخر الزمان است، آخرین پیامبر خداست و از او خوب نگهداری بکنه و از این سفر شام برگرده تا مورد آسیب و ضرر قرار نگیره. بسیار خوب، بشینین. سوال بعدی، در زمان ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها چند ساله بودن؟ شما بگو چند ساله بودن؟ بله، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم 25 ساله بود و حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها 40 ساله بود. درست است، بشینین. خب به نمونه سوالات کانکور میرسیم عزیزان، دقت بکنین.
سوال اول از نمونه سوالات کنکور مربوط فرم دوم دایکندی است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کدام سال متولد شد؟ گزینه ها رو ببینیم. گزینه اول 570، گزینه دوم 572 میلادی، گزینه سوم 571 میلادی، گزینه چهارم هیچ کدام. ببینیم کدام گزینه درست است. گزینه سوم سال 571 میلادی. بسیار خوب. سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور. دقت کنین، این سوال هم مربوط فرم سوم بدخشان است، هم مربوط فرم اول بامیان است، هم مربوط فرم اول غزنی است. پس خوب دقت بکنین. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مدت چند سال دعوتش مخفیانه بود؟ خب با گزینه ها میبینیم. گزینه اول مدت 5 سال، گزینه دوم 2 سال، گزینه سوم 7 سال، گزینه چهارم 3 سال. خب شما بگوین چند سال کدام گزینه درست است؟ گزینه سوم گفته نه 7 سال. شما بگوین کدام گزینه درست است؟ گزینه چهارم 3 سال. شما بگوین کدام گزینه درست است؟ گزینه اول 5 سال. گزینه دوم 10 ساله که میگه درست است؟ هیچ کی نمیگه؟ خب بسیار خوب، ببینیم جوابی که درست است. بله، گزینه چهارم 3 سال درست است. یک دست بزنین بهشون بشینید. بسیار خوب. و سوال بعدی میرسیم از نمونه سوالای کنکور. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خانه کی را مرکز دعوت خویش تعیین نموده بود؟ سوال مربوط فرم آکادمی ملی نظامی است و همینطور فرم چهارم کابل. گزینه اول حضرت ارقم رضی الله عنه، گزینه دوم بیبی حلیمه، گزینه سوم حضرت علی کرم الله وجهه، گزینه چهارم امراض. ببینیم کدام گزینه جواب صحیح سوال است. گزینه اول خانه حضرت ارقم رضی الله عنه را به عنوان مرکز دعوت خویش در 3 سال اول که دعوت به صورت مخفیانه بود تعیین کرده بود. خب سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور مربوط فرم دوم آکادمی ملی نظامی است. دقت کنین. سال چندم بعثت را عام الحزن مسما ساختن؟ 1 سال 12ام، گزینه دوم سال 5م، گزینه سوم سال 6م، گزینه چهارم سال 10م. ببینیم کدام گزینه جواب صحیح سوال است. گزینه چهارم جواب صحیح سوال است. کی میتونه بگه چرا؟ آفرین، شما بگو میرویس. چرا؟ به خاطر در سال دوم هجرت بله 2 تا از نزدیکترین اقارب و از بهترین یاران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رحلت کردند. بله بسیار خوب، بشینین. کیها بود اون 2 نفر؟ حضرت بله بیبی خدیجه رضی الله عنها و کاکایش ابو طالب. بسیار خوب. خب سوال بعدی را میخونیم از نمونه سوالای کنکور مربوط فرم اول غزنی است. در سال چندم بعثت برای نخستین بار مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟ گزینه ها رو ببینین. گزینه اول سال 5م، گزینه دوم سال 2م، گزینه سوم سال 7م، گزینه چهارم سال 3م. ببینیم کدام گزینه جواب صحیح سوال است. با هم میبینیم. بله، گزینه اول سال 5م جواب صحیح سوال است. خب به قسمت کار خانگی رسیدیم عزیزان. دقت بکنین. حتما درس یک بار با دقت تمام از روی کتاب بخوانین. اگر چنانچه مشکل داشتین خوب مشکلتان در نظر بگیرین، سعی کنین مشکلتان برطرف شود و بار دوم با دقت تمام مطالعه کنین. خلاصه درس هم به صورت بسیار خلاصه خودتان توضیح بدین. مانده نباشین عزیزان. اگر سوال دارین من در خدمتتان هستم. شاگردای عزیز سوال ندارین؟ تا جلسه دیگه همتان به خدا مسپارم. به امان خدا. خدا حافظتون.